راجع به اقلیت‌های قومی هم صحبت بکنیم آقای دقیقه. میدونیم که حقوق شهروندی طبعا شامل حقوق قومیت‌ها هم میشه، اقلیت‌های قومی که در ایران زندگی می‌کنن. بنا به دلایلی این تصور پدید اومده که آقای پزشکیان، مسعود پزشکیان، به دلیل اینکه از پدری آذری و مادری کرد در مهاباد به دنیا آمده و در سیستان و بلوچستان خدمت سرباز وظیفه رو انجام داده و صحبت از خوزستان میکنه، میگن که ایشون در واقع میتونه چهره‌ای باشه که از حقوق اقلیت‌های قومی در ایران دفاع بکنه. ولی در این گفتمان سیاسی که الان شکل گرفته در انتخابات 1403 آیا احساس میشه که روی این موضوع تاکید داشته باشن و اصلا کسی هست که مدافع اونا باشه یا نه؟ آقای پزشکیان از قضا به دلیل همین ویژگی‌ها خیلی قدرت مانور تو این موضوع نداره. شما نگاه بکنید در طی سالهای گذشته جریان اصلاح طلب در بین جریان اصلاح طلب، نه همه اون، ما شاهد رشد یک جریان راست ملی‌گرایانه بودیم. این جریان راست ملی‌گرایانه در واقع نامزدش کسی مثل عباس آخوندی بود. اینها در واقع به یک بحث قومیت رو پاشناشیل ایران میدونن. نگاهش این هست که این بحث نه تنها نباید مطرح بشه، باید در واقع کامل ازش گذشت، در واقع پاکش کرد، اصلا اجازه طرح دادن نشه به این موضوع. و اینها در واقع قدرت اصلی رو دارن. ورودشون به انتخابات از قضا این جریان، این بخش از جریان اصلاح طلب که حالا بخششون به اسم روزنه گشایان هست، از این دریچه هست. اینا میگن هر جنبش خیابانی که شما انجام میدید اینا به آمدن مثلا فرض کنید به تحریک شکاف مرکز پیرامون ممکنه منجر بشه و کلیت ایران رو به خطر بیاندازه. بنابراین کار ما چیه؟ کار ما اینه که دنبال منفذ و روزنه‌ای بگردیم که در این ساختار موجود بریم جلو، چون هر کار دیگه‌ای که رادیکال هست ما رو با یک در واقع بحران روبرو میکنه با قومیت‌ها و بنابراین سیاستشون سکوت دائم هست در این قصه. کاندیدا شدن آقای پزشکیان این در واقع چون طراحی شورای نگهبان بود و خارج از دست این در واقع افراد بود، باعث شد که اونها توی مشکلی قرار بگیرن که اگر آقای پزشکیان الان اگر هر گونه صحبتی در بحث قومیت‌ها بکنه، از یه طرف با بدنه ترک و افرادی که در واقع حامی ایشون هستن دچار مشکل میشه، از یه طرف این بدنه رو. بنابراین ترجیحشون سکوته و به نظر من این سیاست سکوت رو هم در دراز مدت حتی اگر پیروز بشن ادامه میدن، چون این بدنه اصلاح طلب که همونطور که گفتم راست اجازه ایجاد چنین گفتمانی رو نمیده. متأسفانه